برای ژورنالیستان و بلاگران ناحیه واسه و شهر کولوبی ولایت ختلان سمینار آموزشی برگزار شد. در سمینار 15 نفر ژورنالیستان و بلاگران اشتراک نمودند و آنها ترینران جاوید مقیم و رنا باباجانیان در موضوع انعکاس مسائل گندری در وسایل اخباری عامه درس گذاشتند. سمینار مذکور به ژورنالیستان امکانیت داد که آید معیارهای اخلاقی فعالیت ژورنالیستیک، عملهای اجازت شده و ممنوع در ژورنالیستیک، دلیل سنجی انعکاس موضوع زوراوری، ترندهای نو ژورنالیستی و دیگر موضوعها معلوماتی مشخص گیرند و آن را در فعالیت منبعی خویش استفاده کنند. روزنامه‌نگاران از مشکلی‌های انعکاس موضوع زوراوری و گندری در منطقه‌های خود گفتند و از ترینران مصلحت گرفتند. در این سمینار از حساب ژورنالیستانی با تجربه همین منطقه 3 منتور انتخاب کرده شد. تصمیم است که در عموم 105 نفر ژورنالیستان در دایره لایحه آموزش گیرند. اشتراکچیان سمینار باید هر یک نفری در دایره لایحه یک مواد آماده کنند. جالبیت همین بود که در وعا یعنی اشتراک جابجاگذاری ژورنالیستان هم یعنی جنسا را یعنی که از حساب مردان و زنان ما بعضا همه چیزا اهمیت نمیدادیم و به خاطر رعایت کردن گندر باید که همون مواد یا مطلبی که مثلا ما میسازیم یا که آماده میکنیم باید که هم از حساب مردان و هم از حساب زنان یعنی که چی کنیم در مواد خود جا کنیم حقوقهای آنها را محدود نکنیم یعنی برابری گندری را ما باید رعایت کنیم. زوراوری در عائله از معماهایی است که سال تا سال بیشتر دامن پهن کرده ایستاده است. حالا جامعه جهانی آن را چون مسئله داغی روز اعتراف کرده است. تا این دم سندهای زیادی بین المللی عاید به این مسئله قبول شده است. جمهوری تاجیکستان نیز دایر به این مسئله برنامه و سندهای زیادی را قبول کرده است. از جمله قانون جمهوری تاجیکستان درباره پیشگیری زوراوری در عائله، کنونسیا درباره برهم دادن تمامی تبعیض نسبتی زنان، درباره بلند برداشتن مقام زن در جامعه، سمت‌های اساسی سیاست دولتی برای تامین حقوق و امکانیت‌های برابری مردان و زنان در جمهوری تاجیکستان قبول شده است. مثلا ما دانی رو مثال آوردم میتونم که مدت 40 سال است که اهالی این دولت خوشبخت‌ترین اهالی روی جهان است. با کدام خاطر؟ با او خاطر که یکی از سبب‌های اساسیشون این است که در مناسبت با همدیگر بین‌نهایت احتیاطکارانه هستند. یعنی کوشش میکنند که در مناسبت همدیگر را آزار ندهند، یک خشونت از جانب همدیگر صورت نگیرد و همین خاطر این موضوع بسیار موضوع اکتوالی است، موضوع مهم است و در حتی مثال‌های زنده آوردند که واقعا هم در جامعه تاجیکستان این چیزها دیده میشود و نظر میرسد و ما باید خود را هیچ وقت بی‌طرف حس نکنیم. لایحه از جانب برنامه رشد سازمان ملل متحد و در دایره تشبث نوری روشنایی در تاجیکستان عملی می شود. تشبث نوری روشنایی یک شریک گلوبالی و بسیار ساله بین اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد می باشد و مقصد اساسی این تشبث از بین بردن همه شکل‌های زوراوری نسبت زنان و دختران تا سال 2030 محسوب می شود. و باید گفت که امروز مسئله خشونت و زوراوری و نابرابری گندری این موضوع نو نیست و در طول عصرها این موضوع وجود داشت، اما برگزار نمودن چنین سمینارها و ترینینگ‌ها بخصوص برای صاحب کسبان و ژورنالیستان حرفه‌ای که آنها به واسطه انعکاس کننده همین سطح اجتماعی زندگی اهالی هستند و آنها از نفرانی هستند که با جامعه با افکار مردم تاثیر رسانده می توانند. این سمینار سری وقتی می باشد. تشکیلات جمعیتی اساساتی زن و جامعه در همکاری با اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان و شرکت تلویزیون سیمای مستقل یکم تطبیق لایحه را به عهده گرفته است. لایحه در 7 منطقه مقصدناک تشکیل کرده شده است. ژورنالیستان ناحیه واسه و شهر کولوبی ولایت ختلان دوام دور از دانش‌های خود را در ساحه گندر زیاد نموده در آینده برای بهتر نمودن کار ایجادی خود استفاده می‌کنند. گزارش فرزانه شمسی و نسیم رحیمов برای برنامه اطلاعاتی خبر.